سلام جور بخیر سلامت. حالت خوب است، سلامت باشی، جور باشی. صحیح، ما خبر دارم برار یک چند روز فقط مرا وقت بدی. ما خانه رو در سودا اشتیم، اینمی که سودا شونه ما حتما پول تو رو جور کنم. فقط پیش زن بچه من زیاد در ما زنگ نزو، خجالت میشه خانم من مشکوک میشه. ما حتما جور کنم. خب چشم حتما. کی زنگ زده بود؟ چی یکی از دوستای ما بود. این قرضدار اید در من نگفته طلا را سودا کنم، من جای قرضداری خود بدیه دیگه او طلا را سکنم، اونا رو سال یک دفعه استفاده نمونم. در روزی بعد هیچ کس دم کمک نمونه. خانه رو در سودا انداختی؟ تو از کجا خبر شدی؟ در گوشیت پیام اومده، یک دانه راهنمای معاملات امید پیام داده که مشتری پیدا شده برای خانه تو. تو برچی پیام گوشی مرا مخونی؟ ایو همینجا بود ما توخ کردم. تو حق نداری به اجازه ما در گوشی ما دست بزنی. برش خانه رو در سودا انداختی؟ تو سامونی اخو تو که ما برش خانه رو در سودا انداختیم. قرضدارم. تو سکار از روی تو می؟ نمیخواست پرسپال داره؟ تو برش مرا فکر نی که ما یک موجود ضعیفی میت کار از روی من نمی. یعنی مرد از خانه حسابت نمونه دیگه، هم در بدیل خمور خانه رو در سودا مندازی. بیا ما طلای خور سودا کردیم، ببر قرضداری خور بدی. طلا رو ما سکنم، اونا را سال یک بار استفاده نمونم، ببر. تا یه چیزا جور نمیشه، خود تو برو بیشتر جای خبر.